ما معمولا بعضیا رو تحقیر میکنیم. 2 سعی میکنیم که بگیم خودمون بهتریم، سطحت پایینه. 3 ما برای اینکه چیزی که خودمون از خودمون ساختیم و خراب نکنیم، نتیجه‌ای که از کارمون به دست میاد و یک جور دیگه میبینیم. من مست نکردم، فقط برای تستش بود ببینم چه جوریه. 4 ما درباره چیزی به نتیجه میرسیم توی ذهنمون و بعد سعی میکنیم که اونو ثابت بکنیم. آیفون برتره چون استیو جابز ساختتش. بابا اون مرده، مهم نیست. 5 ما باید بتونیم توی اجتماع با بقیه دوست بشیم و همکاری بکنیم. پس چه بخوایم چه نخوایم باید از بقیه بهتر جلوه توی این بازی که اسمش مقایسه اجتماعی است. پیام رو سین نمیزنم چون وقتشون ندارم. 6 ما فکر میکنیم که خودمون رو خیلی خوب میشناسیم و بقیه رو هم که میدونید از روی ظاهر قضاوت میکنیم و با این اطلاعاتی که داریم سعی میکنیم که خودمون رو توجیه بکنیم. چون فحش میده این آدم بدیه. ولی مشکل اصلی اینه که ما عموما این کارا ناخودآگاه و غیر ارادی انجام میدیم و پس ممکنه تو هم این کارا رو بکنی و خبر نداشته باشی. پس یه بار دیگه با این دید بهش نگاه کن. سطحت پایینه. من مست نکردم، فقط برای تستش بود ببینم چه جوریه. آیفون برتره چون استیو جابز ساختتش. بابا اون مرده، مهم نیست. پیام رو سین نمیزنم چون وقتشون ندارم. چون فحش میده این آدم بدیه. به این مشکلات که ما توی ذهنمون داریم و ناخودآگاه هست میگیم سوگیری که این باعث میشه مردم نسبت به خودشون احساس بهتری داشته باشن. ولی مشکلاتی هم داره که الان بهتون میگم. باعث میشه که زمینه‌ای برای اختلافات و مشکلاتی که بینمون هست به وجود. مثلا باعث میشه که ما هممون فکر کنیم که داریم دنیا رو واقعی میبینیم و مهم نیست که چه چیزی بشه. ما داریم واقعیت رو میبینیم. برای همین اگه بقیه چیزی که ما میبینیم و نبینن یعنی به حقیقت و واقعیت نرسیدن و با جهانبینی و عقاید چرت و پرتشون کور شدن. این میتونه باعث بشه که ما دنیا رو فقط به 2 صورت خیر و شر ببینیم. اینجوری ما یک چیزی رو قبول میکنیم، اینکه ما فرشتیم و افرادی هستن که 100% شیطانی و کاراشون دلیلی جز آزار و طمعشون نداره. بذارین یک جمله نقل خود از انجیل. و چون از که خس رو در چشم برادر خود میبینی و چوبی رو در چشم خود نه، ما همیشه ذهنمون میخواد یک چیزی رو تایید رد بکنه و خب میاد یه سری چیزا رو واسه ما میسازه. اینکه یه وکیل واسه ما میسازه، باعث میشه خودمون خوب جلوه کنیم توی دیدگاه خودمون و باعث میشه که حس کنیم که برتریم و سعی کنیم که نتیجه ها رو به نفع خودمون برگردونیم. این باعث میشه که توی این ساده بینی غرق بشیم که یا خوبی هست یا بدی و مطمئن میشه ذهنمون با ترفندایی که داره اینکه ما توی طرف خوب باشیم و اصلا واقعیت اهمیتی نداره، ما طرف خوبه ایم. اما واسه جلوگیری و فرار از این مشکلات باید چیکار کنیم؟ قدم صفرم اینه که بشینی و این کتاب یا هر کتاب دیگه که به ذهنت میرسن رو بخونی که میتونه به این مشکل کمک کنه. و منبع من کتاب فرضیه خوشبختی فصل 4 که بشین بخونش. بعدش میریم سر وقت قدم اول، اینکه چشمتو به این دنیا ببندی و این دنیا رو جدی نگیری. سنتسان میگه نکته سنجی و نازکبینی مسیر کمال رو دشوار میسازه. دوست مدار و نفرت نیز مدار، آنگاه پرتوی روشنی بر همه چیز خواهد تابید. اندک تفاوتی به باریکی موی رقم بزن تا زمین آسمان زیر و رو شود. اگر جویای حقیقتی هواخواه و بدخواه مباش. کشاکش بین این دو ذهن را با ناپاکی می آلاید. و اما قدم دوم اینه که ناخودآگاهمون رو آموزش بدیم، چون با تصمیم گرفتن و چیزای خودآگاه انجام پذیر نیست و مشکل خیلی ریشه داره. برای این کار مدیتیشن، شناخت درمانی و همدلی کردن با بقیه توصیه میشه. مرحله سوم و قدم آخر اینه که بتونی چوبی که توی چشم خودت هست رو ببینی و به بقیه کار نداشته باشی. برای این کار باید فعالانه دنبال اون چوب بگردی و مثل یک عادت هر روز یکی از اشتباهات خودت رو پیدا کنی. خیلی ممنون. خدا نگهدار.